تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند از او درخواست نیاز میکنند و او هر روز و هر لحظه در کار است. آنگاه که دریا طوفانی و پرتلاطم میگردد، موجهای خراشان از هر سو بلند میشوند و باد به شدت میوزد. کشتی سواران فریاد میزنند یا الله. هنگامی که کاروان در بیابان ره گم میزند، نمیداند که به کدام سو راهش را ادامه دهد. اهل کاروان بانگ میزنند یا الله. وقتی که بلا و مصیبت فرا میرسد، حادثه بر در خانه زانو میزند، بلا دیده بیچاره فریاد میزند یا الله. هنگامی که زمین با وجود فراخیش بر تو تنگ می شود، تحمل خودت بر تو دشوار می گردد، فریاد کن و بگو یا الله. تو را در حالت بیاد آوردم که مصیبت های سخت و وزنین بسایم چهره کشاده، سیمای زمان غبار آلود و تیره است. در سحرگاهان فریاد زدم و نام تو را گرفتم. آن لحظه ناگهان سپیدی دم درخشان هویدا شد. سخن پاک، دعای خالصانه، فریاد صادقانه، اشکهای پاک و آه و ناله و زاری به سوی خداوند بالا می رود. سحرگاهان دستهای نیاز به سویش دراز می شوند و هنگام گرفتاری بر مصیبت از فریاد خواهی می شود. زبانها نامش را زمزمه می نمایند و او را صدا می کنند و از او کمک می جویند. با یاد او دلها آرام می گیرد و با ذکر او یقین در دل جای می گیرد. الله به بندگانش با لطف و مهربان است. الله بهترین اسم، زیباترین واژه، راستترین عباره و ارزشمندترین کلمه است. آیا هم مانند و هم نام برای الله پیدا خواهی کرد؟ الله یعنی خداوند توانا، باقی و نیرومند، صاحب عزت و قدرت و فرزانگی است. امروز پادشاهی از آن کیست؟ از آن الله یگانه پیروزمند. وقتی نام الله یاد می شود، آنجاست که لطف و عنایت، مدد و مهرورزی و احسان توجه انسان را به خود جلب می نماید. هر نعمتی که از آن برخوردار هستید از جانب خداوند است. الله عظمت و هیبت و بزرگی است. بار خدایا بجای بیتابی و ناراحت آرامش بیاور. شادمانی را پاداش اندوه قرار بده و ترس و هراس را به امنیت تبدیل بنما. پروردگارا، دلهایی که در آتشدان غمها و آشفتگی ها جوش میزنند با یخی یقین سرد و آرام بگردان. پروردگارا، کسانی را که خواب از چشمانشان پریده در خواب آرام فرا ببر. به انسان‌هایی که رنجور و آشفته هستند آرامش بده.
و هرچه زودتر راه حل برای مشکلاتشان ارزانی بفرما. پروردگارا، آنهایی که در حیرت و گمراهی هستند به سوی نور خویش هدایت کن. نفرهایی را که از برنامه ها و شیوه های گمراهان پیروی می نمایند برای خویش رهنما بگردان. یا الله، غم و اندوه را از ما دور بفرما. بیقراری و بیتابی را از وجودمان بیرون بیاور. خداوندا، به تو پناه میبریم از اینکه از غیر تو بهراسیم و از کسی جز تو یاری بجوییم. تو کارساز ما هستی و تو بهترین یاور و بهترین مددگاری.